بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این لحظه میخواهم پیرامون همون یک فیلم حجتی یا بهترش فیلمی رنگینی که با نام خیانت آماده شده است صحبت کنم و من این سخن خود را در دو قسمت خلاصه میکنم. تاجیکستان با داشتن اهالی کمتر از 10 میلیونه در قطار دیگر کشورهای دنیا وجود دارد. از طرف جامعه جهانی و کشورهای پرقدرت جهانی اعتراف شده است. این کشور با توانایی خود از خطرهای سیاسی و عموم بشری و گلوبالی در کنار نیست. نباید فراموش ساخت که آزادی و استقلالیت مقدسترین و والاترین دستاورد ملت حساب یافته، صحیفه های پر افتخار آزادی خواهی و وطن پروری مردم ما با خون هزاران دلیران و شجاعتمندان جان فدا به دست آمده است. استقلالیت تاجیکستان که تنتنه عدالت تاریخی و نشانه سربلندی خلق تاجیک می باشد، فقط نتیجه از بین رفتن اتحاد شوروی نیست. حرکت آزادی خواهی نیاگانمان مدت 1000 ساله ها ادامه یافته. در ابتدای عصر 20 شکل و مضمونی نو پیدا نمود. عالمان و زیاییان دوراندیش و سرسپرده نباید فراموش گردد. در جامعه تاجیکستان عزیز که وحدت ملی و صلح و صلاح برقرار است، برای مبارزه مفکوروی حاجت نیست، ولی اکثریت مردم تاجیکستان پیرو دین اسلام هستند. در این زمانه حساس باید زیرکی سیاسی را پیشه کرده، شکرانه جامعه عمل پوشیدن آمال و آرمان‌های 1000 ساله دولتداری و دولت سازی گذشتگان آزادی خواه همان را کنیم که با سعی و کوشش زیاد به دست آمده و در عین حال دولت مستقلی ملی خویش را داریم. مگر این سبب نیست؟ باز چی میخواهیم؟ دوستان عزیز، مطمئنا شما با این جملات آشنایید. این جمله ها مقدمه فیلم حجتی یا همون فیلمی شرم‌آوری که خیانت نام دارد و چند روز قبل توسط شبکه‌های تلویزیونی دولتی پخش و در شبکه‌های مجازی هم منتشر شده است می باشد. البته در نام، مقدمه یا ژورنال فیلم بحث وجود ندارد. بحث سر آن است که محتوای فیلم بیانگر مقدمه و ژورنال آن نیست. خیانت هست، بلکه خیانت از حد بزرگ است، ولی به عنوانی غلط، با ادرسی نادرست. تاریخی کشور در این فیلم تحریف شده است، زیرا در تهیه فیلم انگیزه خدمت ملت و کشور دیده نشده است، بلکه تهیه‌گران فیلم در نهایت حماقت جنایت را بالای جنایت به همین ملت، به همین کشور انجام داده ایستادند. همه ما میدونیم که در برابر آزادی و استقلالیت، وحدت و یکدیگر فهمی مردم به خاطر حفظ از استقلالیت و به خاطر دوام یافتن آزادی ها که با سعی و تلاش خردمندان کار دیده و ریخته شدن خون هزاران فرزندان
دلیر و وطن دوست به دست آمده است، از ارزشمندترین ارزش های ملت است. دوستان عزیز، این فیلم ننگاور هم باشد، در آن یک نقطه مهم جای دارد که میخواهم ابتدا به آن اشاره کنم. متوجه باشیم استقلالیت تاجیکستان که تنتنه عدالتی تاریخی و نشانه سربلندی خلق تاجیک می باشد، فقط نتیجه از بین رفتن اتحاد شوروی نیست. این همان معنا را دارد که تهیه‌گران فیلم اثبات کردند که از بین رفتن اتحاد شوروی، همان SSSR، تنها و تنها عامل استقلالیت تاجیکستان و آزادی مردم ما نیست. و این چنین اقرار کردند که میدان نشینی مردم استقلال خواهی ما در میدان شهیدان درست بوده است که ما توانستیم به این استقلالیت برسیم. همزمان این شاهد آن است که تشکیل میدان دیگر در برابر استقلال خواهان در آن زمان، در آن وقت، با ادعای برقراری ساخت کنستیتوسیونی، یعنی برگشتن به همون شوروی، و در مقابل استقلال خواهان ایستادن، مسلح کردن جنایت پیشه ها و تشکیل فرانت خلقی و به جنگ کشیدن کشور که کار دست آنها هست غلط بود. این چنین شهادت دادن است که در واقع آنهای به خاطر آزادی و استقلال کشور کشته شدن و مهاجر و آواره شدن به افغانستان، روسیه و دیگر جمهوری های سابق شوروی پناه بردن، بیوه شدن، یتیم ماندن، فرزندان خود را از دست دادن، خانه هاشون سوختن، مال و دارایی خود را از دست دادن، به یغما بردن مال و داراییشون را. همان دلیران و همون شجاعتمندان جانفدای هستند که با ریختن خون خود و با سعی و تلاش خود همون صحیفه های پر افتخار آزادی خواهی و وطن پروری مردمی خود و آمال و آرمان های 1000 ساله دولت داری و دولت سازی گذشتگان خود را تحقق بخشیدند. با این وجود من نمیخواهم درباره زحمت های خیرتمندان کار دیده و این دلیران و شجاعان جانفدا که آرزو و آمال گذشتگان خود را، 1000 ساله خود را به دست آوردن با جان فدایی و با زحمت ها سخن بکنم. تنها شهادت همین فیلم و اقرار تهیه‌گران آن برای تحقیق زحمت های اونها، برای روشن شدن حقیقت بسنده است. وقتی این حقیقت را خودشون میگوین و خودشو اقرار میکنن، همین بسنده است دیگه. میخواهم به حادثه نوی که همین بزرگترین قدرت های جهان نمیتونن از اون رهایی یابن، اونهایی که دعوای کدخدایی دنیا را دارن، ایالات متحده امریکا، و همچنین آنه که 300 سال هندوستان بزرگ را زیر چنگال های آهنی خودش نگه می داشت. بریتانیای کبیر، کشوری که قطعه امریکا را کشف کرده است، اسپانیا و همچنین ایتالیا سخن خود را آغاز کنم. با اعتراف تمام معتقدان دینها و اکثر جامعه جهانی، کرونا ویروس، همین کووید 19،
قدرت نمایی الهی بود و برای جهانیان نشان داد که توان بشری در برابر قدرت الله، خدا، رب، باخ و گاد و هر لفظی که به واسطه آن نام او را میبرند ناچیز است. و شما هم درست قید کردید که مردم عالم فاجعه انسانی را احساس میکند. بله، برای همین رئیسان جمهور، نخست وزیران و دیگر مقامات آن قدرت های جهانی در پهلوی مردم خود ایستادند و تمام چاره ها را برای حمایت آنها به کار بردند. به جای آن که کمک و دستگیری دولتی را به نمایش بگذارند، گرفتاران، درمان شدگان و فوتیدگان این فاجعه را تشخیص کردند، تداوی میکردند و برای گذشتگانشو تعزیه و همدردی با ریزاندن اشک از چشمای خود برای مردم خود بیان می داشتند. این شمایید ملتی تاجدار که فاجعه انسانی را احساس نمی کنید. هم رقص و پایکوبی شما طولانی و بردوام است و هم ماتم و اعزاداریتون. حالا خوب شده است که دیر هم باشد درک کردید که این وبا درهای تاجدارها را هم میکوبیده است. در این فیلم منکران کرونا ویروس، پنهان کنندگان این وبا در کشور نیو، همان گونه که میگویند ارزن را بوده نخورد، کلتک را چمچق، محیدین کبیری، میرزای سلیمپور، سعید یونس ایستروشنی و محمد اقبال صدردین، مثل که آنها این وبا را به کشور آورده باشند ملامت شده اند. یا رادیوی آزادی، اخبارکام، شبکه اصلاح نت، شبکه پیام و دیگر شبکه‌های اخباری و تحلیلی. شما رو به خدا هموطنان عزیز بیاید یک فکر کنیم، آخر اینها چی گناهی کردند، چی عیبی کردند؟ فقط همان احساسی را که مقامات تاجیکستان دیر درک کردند یا درک میکردند و اعتبار نمیدادند، از دلسوزی و علاقه به تاجیکستان و تاجیکستانیان که وطن و هموطنان آنها هم هستند گفتن و رسانیدن تا از عاقبت آن پیشگیری شود، لااقل به هزینه کم. همسایه کشور ازبکستان هم حالا از کمک و دستگیری او در فیلم آورده شده است. دیگر چی کار میتوانست کند؟ وقتی دید مقامات تاجیکستان مستی عیش و خشک‌گذرانی خودند، نه مردم به اونها ارزش دارد و نه همون آگاهی های کمیته بهداشتی جهانی مجبور شد همچون قرض انسانی دست به کار شود تا از سرایت شهروندان خودش پیشگیری شود، جلوگیری شود. مگر این سبب نیست؟ باز چی میخواهیم؟ حالا در فیلم از یک مبلغ کلان سخن می رود، مبلغ 1,200,000 دلار امریکایی که توسط فرزند محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اطرافیان او با عبدالحلیم نظرزاده مرحوم حاجی حلیم معاون اول وزیر مدافع تاجیکستان به خاطر راه اندازی تبدلات دولتی داده شده است. این را بسیاری از نفران علاقمند به رئیس حزب از روی مجبوری در پیش دوربین های نواربردار اعتراف کردگی‌اند. اولا من به این اعتقادم که این دروغ محض است. انگیزه اقدام نظرزاده با آن که تا به حال معلوم نیست، نیروهای امنیتی دولتی تاجیکستان تمام شاهدان عینی را از بین بردند. مقامات سعودی هم محاکمه متهمان این به اصطلاح تبدلات را پس درهای بسته گذراندن و حقیقت آن تا به حال هم پنهان نگاه داشته شده است.
دوم این که بالفرض چنین مبلغ به دست نظرزاده رسیده باشد، مقامات امنیت دولتی گفته میتوانند که سرنوشتی انا همون مبلغ به کجا رسیده است، چی شده است. نظرزاده با اون مبلغ از کدام کشورهای همسایه یا پایگاه های نظامی روسی که در قلمرو تاجیکستان هستند سلاح و مهمات حربی خریداری کردند، یا نظرزاده با اون مبلغ به مقامات قدرتی تاجیکستان رشوه داده است و یا اون مبلغ را همراه خودش به دره رامیت برد و وقتی کشته شده است افسران امنیتی همچون غنیمت جنگی اون مبلغ را از خود کردند و یا اون مبلغ را همراه به دره رامیت برده است و وقتی کشته شده است افسران امنیتی مبلغ را همچون غنیمت جنگی از خود کردند. اون مبلغ برای مقامات دولتی یک مبلغ ناچیز است. اگر ناچیز هم باشد به هر حال مال است، دارایی است. چشم تنگی مرد دنیادار را یا قناعت سیر کند یا خاک گور. اونها قناعت ندارند، حالا برای خاک گور رفتن خیال میکنند که ولی مهلت هست. شاید هم کشته شدن فرمانده واحد مخصوص الفا پلکونیک امکیف رستم و همراهانش هم به همین مبلغ ها ارتباط داشته باشد. از بین بردن ایزی پای یا که پای شاهدان غنیمت جنگی و میتواند این مبلغ از این قدر هم بسیار باشد، زیرا که خدا رحمتی حاجی کریم برادری حاجی حلیم و دیگر برادرانش ثروت‌های زیاد داشتند و اونها هم همراه حاجی حلیم کشته شدند. این یک معمایی هست پیش کمیته امنیت دولتی که تا به حال از اون مبلغ و مبلغ‌های دیگر در هیچ جای سخن گفته نشده است. مگر این سبق نیست؟ باز چی می‌خواهیم؟